همداران عزیز سلام علیکم. امروز 18 نوامبر سال 2024 می باشد و در مهمانی من اکای منور به ترکی گویم منور ابی قرار دارم در باغ من ناحیه ورزاب. اکای منور پیری پیسته پرورو همین پیسته های همش نیهولش همین کس تشکیل کرده من در روی میکنم. من به شما دسترس میکنم. انا این پیسته که منور که روی کرده بودن. اگه منور درباره این پیسته چی گفتم میتونید کی میبنده که این 2 سال پیش نوندگی بودم من این 2 سال دیگه ها 2 سال من نقص شده است. بلند بزنید. 2 سال است نقص. خب 2 سال دیگه میبنده. این 4 سالگیش اینها حساب میتونه. نصیب باشد این پیوندی و پایان جوی پیوندش. شو کرده برای نمیشه داشتن. خیلی خوب. برگ علافی بسیار پرتفتیم برای نماشه خبیدن. و از پیوند از خوب بالا با بسیار خوب. بله. و پیوند از خوب بالا بسته بسیار خوب. عجایب. خدا خواهد این در 4 سالگیش میبنده نه که؟ چقدر نقص. آنا همدیران عزیز میگذاریم این 2 سالش با علاقه 1 متر و 20 سانتی متر شدگی میگذاریم با پیسته که همین سال شنوندم من. پیوندی ها؟ من یعنی ایناش همین سال شنوندگی بینید بجون نوده گرفتگی اکا کنی گفت دانید این چه میشد؟ کمتر توضیح میکنی اینا عجایب گرفته است. اهم اساسی گرفتنش. آها. این مهم نیست که یکم سال بعد چقدر میشه. اما از سال آینده اینو میبینید که اینا اقلا 1 متر نمیشه 1 متر زیاد میشه. کمتر توضیح میکنید ولی انجوی پیوند. بله. اینا گیر 1 متر توضیح میکنم من. بله. توضیح میکنید؟ توضیح میکنم با الاف میپرتم با پروی نغزوره دن زمینش. با اما فصل دیگر چیزو پرتفته بهار یک کمتر سلیتی رو مچوین میپرتم این برگشتم غلطونید. بله. من این پیسته مو اقلا 1 متر میشه. اقلا 1 متر میشه و دیگرش ببریم. آره هم دیوران عزیز با یکی دیگرش ما اکنون آخرون ماها نگاه نکردیم دیگه الاف دوید من اینشم پیوند شک شوید یک طرفی من نشون تید کمتر خوکش کمتر کنید که پیوند خیلی تگ خوگو مونده است. پیوند میگیریم خوکش هولی خوکش کمتر گیرید که پیوند اخوگ بالا بسته. اینم خدا خواهد این سال اقلا 1 متر میشه. همه دیگه کوشش رفته هم میگیره خودش. این به آب زیاد هم ندید. نه آب زیاد اکو نه تابستان آب دادن در کار. تابستان اما بسیار ندید. من اکای منور کلانش با اومدیم این نرینا این بی پیوند بینید نرینا معلومه تیز کلان میشد نریناش این خیلی برای برگاش هم مایده میشه. برگاش هم مایده تر ها بله این نرینا از یکان تی دیگرش با میریم منم باید دیگه برگاش توزو کنید کنی پیوندی ها بله یعنی جوی پیوندش بله پیوندش پیوند معلوم عمیق پیوند جوی پیوندش معلوم این همیسولا نکی همیسولا جان گرفته است ها چقدر عجایب میشه نه از جان گرفته است ها خدا خواهد سال دیگه سخت خد میکشد نه انا اکی منور مهم گرفتنش با دیگرش ببینیم اینه با یک پیسته دیگه اومدیم کنی گردش توزه کنی پیوندی می؟ بله پیوندی کنی جوی پیوند شک شد بسیار خوب جوی پیوند ها بله گرفتگی مهم بشه معلومه جوی پیوند این خدا خواهد اینم کلام می شود اینش نره که اینش نرینه که پیسته نرینه این یکم پیوند ندارد این تیز کلام می شود. انا هم دیرون عزیز من هم که درون باغ انگوری من انگور رو نصف میکنم استاستا همش رو پیسته زور میکنم اینجا علاقه یک 200-300 تا پیسته شنوندگی کدامی از پتپیچو گفتی همه آدم ها پیسته خر میگوی پیسته های خودتا خودت پیسته نمیکوریم دو درجا من پیسته کوره یا چی شده می اینه بینید موضوع من تمام بالای باغ هزار میشنم اینش هم پیسته خلاصی گپ هم خیل بالا با پوری پیسته هست هم درون عزیز پیسته را اکون کچونیم از رویش دیگر نمیگیرد خشک میشود پیسته یک بار میشنونند دویم بار گیرد اگر کچوند خشک میشود دانستمانید هم یک بار کچونده ممکنه من اینش هم پیوندی اگر ان همینه حوزمون گیریم کوچون ما همینجا گرفته بریم این دیگر نمیگیرد این یک مرتبه چسبید دیگر کوچوندن در کار نیست
اینو دیگر کوچوندن در کور نیست. من پیوندی. برای همه وقتی که من میبرم همین من که آوردم برده شنونید گرفت تمام. دیگه کوچوندن هیچ ممکن نیست. من این کدومش با پویش پیوندش رو زده است. از بخش برومدگی خدا خواهد کلان شد پیوند میکنیم. من هم درون عزیز در پناه خدا باشید. من این انگورهای اواتری من این اواترها رو من با فروش میمونم. خدا خواهد شما نهالش رو از من خریداری میکنید. در پناه خدا باشید.